در جایت حافظ. بله در جنگل در یک خانه واخوردند. اگر یگید کردن نتواند کاری مرد ایوین را به آخر میرسانی. اطاعت با جان و دل. اکای نجیب یگید کجا شد؟ میترسم که با او یگان واقعه رخ ندهد. میترسه که با او واقعه روی ندهد؟ این چی معنی دارد؟ با فکر من خیلی خوب فهمیدی. پیش از شما رئیس یگید آقای قبیله اینجا بود. اگر او را برده باشد چی؟ ملکه التماس خاموش باش. شام بخیر. شام بخیر سردار. من به این ماشین خیلی احتیاج دارم. مرحبا سردار. شما با کجا میروید اکای نجیب؟ اکای نجیب من هم با شما میروم. تو به هیچ کجا نمیروی. کفایه حافظ اکنون کی بودنت را میدانم. مرا گوش کن هیچ چیز رو نمیفهمی. قریب به تو باور میکردم. فکر میکردم که تو دوستی حقیقی هستی اما مهر بوده ای. با من چی کاری میکنی کردنگیر؟ لیکن اول گوش کن درباره من چیزی که شنیدی نادرست است. کدامش نادرست است؟ قاتل پدرم بودنت؟ قصد کشتن ملکه کردنت؟ یا روزنامه را دزدیدنت؟ کدام از اینها خطا است؟ گپ زن. پسرم مرا گوش کن. ایست در جایت حافظ ایستا. پسرم مرا گوش کن. یک مرتبه گوش کن. مزه این لحظه را چشیدید. آدمی را که میکشه حقش همین است. این رو خوب بسنجه. خوب شده است اکای ثابت. الو ثابت. الو چی شد سردار نجیب؟ یگید از بیمارخانه برآمد. به نزد وی میرود. وای کیست؟ به نزد پدرش میرود. او را میکشد. پیک است یگید را زیارت کرده است. گفت است که او را رئیس فرانده است. یگید رئیس را نکشته باید رسیم. من در راهم آمده ایستادم. مایلش. شما هر دو زود به اینجا بیاید. چی شد اکای ثابت؟ تو ماشین را تیار کن. زود باش. حیات رئیس در خطر است. حافظ پیش از مردنت میخواهم سرودی واپسینت را بخوانی. کدامش؟ شاید در موضوع خیانت سرودی داشته باشی. در کتاب من خیانت نوشته نمی شود. خواهینی کردن کاری آدمان پس از پسرم. اول یک گوش کن. خیانت کردی. پدرم را کشتی. مرا فریب دادی. چی میخواستید از من؟ گپ زن. از ملکه چی میخواستید؟ نقص میدانی. میگویی یا نمیگویی اختیارت. انتخاب از خودت. به هر صورت کشته میشوی. چی شد؟ برای چی میخندی؟ با هر دویمون، با احوال حاضر امان، با کار شیطانی این آدم ها انتقام چه خیلی آدم رو کور میکند. برای همین میخندم. با همه چیز اینقدر آسان نگاه کردنت میخندم. با تو با مانند بازی چه بازی میکنم. اکنون چشمات را کشو، حقیقت را بین، یک مرتبه فکر کن، یک بار سوال ده. من چی کار میکنم بگو. این سفسطه ها را مان حافظ. من چی کار کردنم را خیلی خوب میدانم. شما بر این خائن ها را به جایشان روان میکنم. قریب مانده بود که به تو باور کنم. وقتی که مرا آغوش گرفتی چه حالتی بود. قریب احساس مهر قلبم را فرا گرفت.
اگر در وقت و حالت دیگر بودم. خیر، پناهت به خدا. حافظ. چی اینقدر دراز میکشی پران و خلاص شویم؟ سخن آخرینت هست؟ گبزن میگویم، گبزن. اکنون گپهایم قدر ندارن. هرچی گویم گوش نمیکنی. اینطور باشد، خودت میدانی. در کجا هست این خانه؟ دیر میکنیم. لیکن پیش از پراندنت میخواهم که تو دانی من پدر تو هستم. آفرین، عجب دروغی. لیکن این تو را نجات نمیدهد. با دروغ نجات نمییابی حافظ. گپی گفتم دروغ نیست. مرد ایوان منم، تو هم پسر من هستی. میفهمی یا نه؟ پیشگار و پیکاز به تو دروغ گفتن. برای انتقام گرفتنشان میخوان که تو مرا بکشی. دروغ میگویی. دروغ محض است. همه‌اش فریب. کشتن نمیتواند. این هم بزیمه من ماند. پدری من مرده است. میفهمی؟ گمان میکردم که زنده است، لیکن این گمان ها را شما در دل من انداختید. بله، تو و همدستانت برای همین آمدید. خواستید که به زنده بودنی پدرم باور کنم. برای نجات یافتن دروغ میگویی. مرده است. پدرم مرده است. او را تو کشتی حافظ. تو کشتی. چی منظره خوب. پدر و پسر در یک جا. پسرم، پدر تو من هستم. در پهلویت به هر دویمان حله کردن. دیگه مرا گوش کن. نراز به من نزدیک نشو. چطور میتوانم به تو باور کنم؟ گپ زن به من. با چه دلیل تو پدری من هستی؟ روزنامه را دزدیدی گفتی؟ انا به تو. اصلی روزنامه در دست شما نمونهش بود. انا اصلش. نگاه کن، همه این از من است. اثبات میکنم. شین در اینجا. من تو رو با حسن دادم. حاضر در خانه پیران سالان. از تو یکون خبر گیرم. گفته هر روز زیارت میکردم. لیکن وای سخت بیمار بود. با یادش نمی اومد. فهمیدی کی بودنم رو؟ فهمیدم. تو یک بازینگری هستی، لیکن این دفعه بازیت نمیگذرد. مایلش چه خیلی که میخواهی همان خیل کن. از اون که اونها جانم رو میگیرن پسر خودم گیرد بهتر. چرا میستی؟ پران مرا. پران. چرا ایستاده ای؟ پران. پسرم پران آخه. فکر میکنی که نمیپرانم؟ تو یکید باشی من هم مردم. نزدیک نشو. ایستا. پران. نزدیک نشو گفتم. بکش. در جای ایست. نزدیک نشو. حافظ ایستا میگویم به تو. تا تو نپرانی نمیست. نزدیک نشو. این باز از کجا پیدا شد؟
یگید ایستا. سردارم شما کاردار نشوید. خطای نابخشیدنی میکنی. زندگی من خودش سراپا خطا سردارم. خواهش میکنم باز نپرانی. سردارم این آدم پدرم را کشته است. این آدم قریب زنم را میکشت. ملیکه را قریب میکشت. این آدم هیچ وقت این کار را نکرده است. همین خیل از کجا میدانید؟ چون که وی پدر تو است. افسوس شما را هم فریب داده است. گوش کن. پدرت است میگویم نمیشنوی مگر؟ از من یگان بار دروغ شنیده ای؟ سلاح را با من بده. سردارم نزدیک نشوید. یگید با گپم گوش ده آخر. گوش کن. توی را پیکیاس ویران کرد. کی گفت؟ شما از کجا میدانید؟ از اول میدانستم که تو پسری مردی وین هستی. برای همین از پشتت بود. مادامی که میدانستید چرا با من نگفتید؟ برای چی با من نگفتید؟ چرا انتظار بودید؟ خودم هم دیروز فهمیدم. وای از کجا میدونه؟ شما مرا دیوانه کردنی هستید. کی را باور کنم نمیدانم. چیکار کردنم را نمیدانم. خودت با من گفتی. من پسری مرد ایون هستم. چند سال باز تو رو میکوبم. تو این وقت نفهمیده بودم تو پسرم هستی. خدایا چی شد؟ چی شد؟ هیچ چیز را نمیفهمم. کدام این دروغ است کدامش راست؟ هیچ چیز را نمیفهمم. گوش کن. ما راست میگوییم. پیکیاس با تو دروغ گفت. تا امروز همه وقت دروغ گفته است. دروغ، فریب. یگید این آدم پدر تو است. تو را کشته ایستاده ای. هنوز نفهمیده ایستاده ای. دروغ، فریب. تو که دروغ گفتنی ما رو شنیده یگید. اینقدر سال دوست جانی هستیم، همکاریم. از من یگان مراتب دروغ شنیده ای شنویده ای. سردارم اقلا شما فریب نکنید. مرا گوش کن. قسم میخورم که همه گپایم راست است. با تو نغمه بازی کردن. خیلی بازی کلام. من هم به آنها باور کردم. مرا گوش کن. تو را با بازیشون داخل کردن. باز ملیکه هم همراهی آنها است. چه ها میگویید؟ شما چه ها میگویید سردارم؟ فهماندنی بودم اما مرا گوش نکردی. در دستمان حجت ها هستم. بیاناتش است. نام رمزیش تن. ملیکه باشد. ملیکه باشد این نام بافته وی است. غیر از تو همه این حقیقت رو میداند. ملیکه جاسوسی تو بود. او رو کشته مرا گناهکار کردنی بودن. گوش کن. خواستن که پدرت رو تو کشی. نقششون همین بود. یگید چرا انتظاری؟ سلاح رو گیر اکنون. نقشه خونین آنها رو ویران کن. بیا یگید. ملیکه خائن است. خود رو به دست گیر. همش راست است. راست است. انا حقیقت پیکاس همین است. چقدر مار بودنش رو فهم. همین قدر قاتلن که حتی فکر نمیکنن پسر پدرش رو کشتن میخواد. همشون بی‌وجدان، همشون شیطان. اکنون فهمیدی؟ شما در حقیقت پدر من هستید. را پدرت رو با هوش گیر. یگید ایستا در جایت. ایستا. سلاحت را پرتا میگویم. ثابت آرام شو. همش زیر نظارت است. یگید سلاحت را پرتا.
چی رومان در برای ملیکا نمیدونم. حاضر وقتش نیست. آخر کی میگویی؟ کس رو در فکر گذاشته باز حاضر وقتش نیست میگویی. این خیلی نمیشود. گپ زن. یکی چی خیر شده باشد؟ گپ رو به دیگر طرف نبر. آنا آمد. چی شد ملیکا؟ این چه احوال است؟ اکای نجیب همین جست. نه. چی شد؟ یگید از بیمار خانه گریخته. چی؟ اکای نجیب در نزد یگید بود. یگید او رو بیهوش کرده بعد گریخته است. تو چه ها میگویی؟ ممدو تو چی کار میکنی؟ همش بای بی تو است. جواب همش رو میدهی. ممدو بیخلی نکن سرده رو. یگید نیست میگویم میترسم که مسئله شگون بهای نهایت. من این برو هارم من. ممدو رو از اینجا. کاری کرده رو بین عیب است عیب. من میروم. با کجا؟ سردار رو گفتنی. من هم میروم. تو با همش جواب میگویی. تو باشد به هیچ جا نمیروی. همه دیوانه شده است. اوف دیوانه میشوم. چی شد ملیکا؟ گوش کن از من چیزی رو پنهان نمیکنی همین طور نه؟ التماس از من هیچ چیز نپرس. مایلش شد. آرام شو. بیا شین در اینجا. آرام شو. سردار جواب دید و خیر. سلاحات را پردایگید. اگر با رئیس و صاحب رسانی تو را میپرانم. ثابت به عقل نکن سلاحات را گیر. یگید یگید باز یگان خطایی نکنی. پسرم آرام باشید. پدر پسرم پدر جان پسرم آنها آغوش گرفتند. همه‌اش فهما. اکنون هرگز جدا نمیشویم. ممدو من با تو بعد زنگ میزنم. یک طرف استای سبی. مرا ببخشید پدر. ببخشید که به سویتان سلاح کشیدم. ببخش که تو را تنها مونده رفتم. چی سرنوشته؟ ما را به چه حال افکندند؟ کناریست میگویم. او نهایت با خیر شد. بیا ثابت ما آنها را کمی تنها بذاریم. راست میگوی سردار نجیب. ببخشی کمی در هیجان بودم. یک طرف. پدر رئیس پدر جان رئیس را پراندن. نجیب سردار زود باشد. رئیس انا همین قدر با آخر قصه رسیدیم. پدر جان التماس مرا تنها نگذارید. فقط حاضر نی پدر جان. نمیگذارم. تو را نیافتم. تنها نگذارید. حاضر کمک کنید التماس. مایل شکه یگید. حاضر پدر جان.
پسرم مرا گوش کن. دیر شد. نه دیر نشده است پدر جان. شما نجات میابید. زنده میمانید. میدانم زنده میمانم. تو مرا زنده میداری در قلبت. پدر جان التماس این طور نگویید. مرا تنها نگذارید. از تو راضی همسرم. تا وقتی که تو با وطن خدمت میکنی من زنده میمانم. کار ما رو تو دوام میدی. پدر جان التماس مرا تنها نگذارید. التماس. من خیلی زندگی کردم. این دفعه فرمان از بالاست پسرم. باز فکر هم نکن. کسی که برای وطن میمیرد او رو مرد نمیگوید. ایستا پلیس! ایستا! پدر جان خونبه های شما را از آنها می ستانم. نه با من وعده ده. با وطنت خدمت میکنی لیکن باز راهی رفتن من نه. این راه نیست. نگاه کن به سرمون چی آمد. شما درست کردید پدر. چون چاره دیگر نداشتید. نه پسرم. کار پنهانی کردن کاری بخیر نیست. برای هیچ کس. نه برای دولت نه برای ملت. من کردم. جلوی پیکاس و پیساگور رو سر دادم. وصیتم با تو همین. باز تو چونی نکنی. برای جانت رو دادن از حقوق حقیقت نبرو. با من وعده ده. حالا فاتح را به دستتان میگیرید. نبیرتان رو. او را با جای من میبوس. پدر خدا نگاه بانش باشه. پدر جان التماس چشمانتان را گشایید. پدر جان التماس چشمانتان را گشایید. پدر جان و شما به حولی امان بروید. آنجا را تعمیر میکنیم. همش به مانند پیشتر میشود. شما من و فاتح هر سه امان با بای نبیره در حولی بازی میکنید. چشمانتان را گشایید. التماس پدر جان چشمانتان را گشایید. التماس پدر جان چشمانتان را گشایید. پدر جان التماس پیکاس خونبه های پدرم را میگیرم. به همش جواب میدی پیکاس. خونبه های پدرم بگردنم. با آن طرف.
گرد و اطراف را محکم کرده ایم. به هیچ کجا نمیتونستی. تسلیم شو. تسلیم شو. نگریز. سویا بیشرف رزیل پس تو بوده ای. من فکر کردم که تو گریه میکنی. آدم خوب بود لیکن حیف شد. در هیچ جا نیست. چیکار نیست؟ کمی پیشتر اینجا بود. پنهان شده است. البته از یکونجا میبرد. گفتن رو دوام میدیم. رفتیم سردار. برای چی هنوز خبر نیست؟ یگون چیز میشد سویا زنگ میزد. زنگ زن. کنی فهمیم؟ خوب شده است. زنگ میزند. آوازت را نبرار. نباشد. لب بای پیکاس. یگید کارش را حل کرد؟ نقشه کمی دیگر شد. کار رو من حل کردم. مرد ایون را به جهنم روان کردم آقا. یگید یگون چیز فهمید؟ نه. پدرش در پیش چشمش مرد. یگیدی بیچاره. در آنجا کار تمام شده باشد. انتظاریم. به جهنم روان کردی ها؟ من به تو جهنم را نشان میدیم. رازی تو پیکاس را دعا کن. با من میشد پیش از پدرت میکشتم تو را. این خیل نمی شود. با تو دیگر خیل رفتار کردن در کار است. گوش کن. چشمانت را کشا. به مردن زار می شوی. زاره و ناله می کنی. لیکن مرگت به آسانی نمی رسد. رئیس متاسفانه رئیس رو از دست دادیم مکه ثابت. رئیس همون رو تنها گذاشتید. به شما چی کار کنیم؟ کاش که بجای شما جان مرا میگرفتن. یگید تو چقدر بیروزی بوده ای. پدرت را نیافتی و همان زمان از دست دادی.
یگید کجاست؟ از دنبال شما به جنگل رفت. هنوز ناآمده است. لابای ممدو. سردارم در کجایید؟ خواطر کردید؟ نپرس ممدو و سرمانچه‌ای که نآمد. چی شد سردار؟ چی شد؟ پدر یگید هلاک شد. پدرش هلاک شد؟ کی شد؟ قصه دراز است، بعد میفهمونم. یگید چی خیلی سردار؟ چل میشود، غمگین است. تو همه را جمع کرده به خانه ما را، من همی آیم. مایلش سردار، مایلش. کجا شد این یگید؟ کجا؟ چی شد سردارم؟ پیدا کردید آن رزیل را؟ گریخت. میابیم. خوبش بود. من او را خوبانده می آیم. مایلش. ممدو، از یگید یگان خبری هست؟ من هیچ چیز نمیدونم. سردار بیاید نقل میکند. با کجا رفته باشد؟ از بیمارخانه گریخته به کجا رفته باشد؟ نمیدونم. او دادم اومد. کجا بودی شبی در روز نجیب؟ خواطر شدم. یگید از بیمارخانه گریخته است. او را پیدا کردی؟ مثل هر وقت بر این یگید است. از پشت آدمانی که به توی هجوم کردن رفت، لیکن هیچ چیز پیدا نکرد. او در کجا بود سکای نجیب؟ در اینجا غم نخورید. شاید در خانه باشد یا با بیمارخانه برگشته است. پس برای چی زنگ نزد؟ شاید زنگ زده است. مشغول بودی ملکه بانو. من رفته خانه رو بینم. ملکه ایستو دخترم با کجا؟ در خانه می بود زنگ میزد. نه من رفته میبینم. ملکه ایست ملکه. نه تو ایستا، من گپ میزنم. خانم ملکه، میروی؟ با جستجوی یگید. و فکر من حاضر وقتش نیست. برای چی؟ و مانند تو در نزد در می ایستاد یگید. داره دورا نرو گفتم. یگید نرو. شما چی گفتن میخواهید اکای نجیب؟ لیکن او مرا گوش نکرد. رفت. و چشمانم نگاه کرده رفت. و من دروغ گفت. اما من همه چیز رو میدانستم. چی دروغ؟ با شما چی گفت؟ درباره او و درباره بعضی کسان دیگر همه چیز رو میدانستم. اون که چطور با او دروغ گفتن میدانستم. ببخشید رفتنم لازم. ملکه نرو. اکنون چیزی که من فهمیدم یگید هم فهمیده است. من نمیفهمم چی رو فهمیده است. مثال که بودن پیکی هست رو، مثال که بودن اتنا رو. البته تو به آنها یگان علاقه نداری، همینطور؟ من نمیفهمم که شما درباره کی گپ زده ایستاده اید. در فکر من همش رو خوب فهمیده اید، لیکن برای اقرار شدن بهانه میجویی. کی باز از پایم هستید لعنتی ها؟ ایستا یک فکر کنم. فکر کردم. و فکرم از روزی تولد شدنت. ملکه چی؟ وای هم آدم شما بوده است. این راست است؟ البته از ماست. تو وقتی که به او تکلیف خانه‌دار شوی کردی همان شب گپ زده بودم. میمورم و با یگید خانه‌دار میشوم گفته بود. وای دختر عقلت رو برده است. اسلوبی کهنه لیکن همه وقت کار می آید. شما چه خیل مخلوقانید؟ از من چی میخواستید؟ چی میخواستید؟ برای چی از پی من شدید؟ برای چی؟ برای چی میشد؟ جسور هستی، خونگرمی، خیلی ارزش داری. یک طرفی ضعیفیت هست. کور هستی یگید، همین قدر کوری که
یگید برای نفری که جانت را فدا میکردی دشمن جانیت بودنش را ندیدی. دهانت را بشد. آقای نجیب درباره چی گپ میزنید نمیفهمم. من اتنا رو نمیشناسم. مایلش چیزی که میدونی همه رو میپرسیم. مثال مرد ایمه رو میدونی؟ پدر یگید را. یگید پدرش رو یافت چند وقت باز او رو میکفت. متاسفانه خیلی که یافت همین خیلی گم کرد. دین شب کشتن. البته تو از این هم خبردار نیستی. اینها با من علاقه ندارند. شد اکنون ملکه برای چی تو با بخشه کودکان آمدی؟ با یگید چکر شنا شدی؟ نوحان گشته یک به یک نقل کرد. اکنون اینها را یگید هم میداند. فکر کرده میبخشد؟ در همان جا میکشد تو را. دستم رو سر دهید. آقای نجیب شما چی کار میکنید؟ دیروز پدرش در آغوشش مرد. باز بزنه کی جانش را فدا میکرد. فهمید که مار شیطان بوده است. اگر یگید را کمی شناسی باقی مانده اش را خودت فکر کن. اکنون بر آمده رو. چی؟ چرا نمی روی؟ رو اگر جسارت داشته باشی. از تیر گریخته توانستی اما من نتوانستم. وگرنه ملکه گویان داد میزدی. در حیات فریب خوردی. لیکن حق دختر را هم دادن لازم. در حقیقت دختری زیبا است اما اش دروغ است. حیات دروغ است. باید از پدرت میپرسیدی از زنت نه. تو قصه دیوی خوابیده را میدانی؟ نمیدانم. خیلی خوب. در آن دنیا خیلی مشهور است. با دقت گوش کن چون که میپرسم. با نوبت اول تو را میکشم بعد پیکس بعد پیسگار را. بهترش را در آخر میگذارم. برای ملکه باشد. یک ارمغان خاصه دارم. چی گفتی؟ های مگر پیکس به تو نگفته بود که اگر در دهانت بمب باشد گپ نزن. وگرنه میترکد. خیر از خانه یگید دیگر جایی ندارم که روم. آقای نجیب با فکر من با کجای میخوای رو اما به نزد یگید مرا. اکنون چی کار کنم؟ چه هم میکردی؟ از این احوال خلاص شدن میخواهم اما همراه یگید. او را به حالش گذار. لیکن به عقل من یک جا آمد. کجا؟ میدونی چی؟ از وقتی که نوحان گشته در دولت کار میکند از حیاتش ممنون است. خیلی ممنون است. شما چی گفتن میخواهید آقای نجیب؟ قرار کردیم هر چیزی که میدانست به ما نقل کرد. البته این قرار برای همه دخل دارد.
پشیمان شدم گفتنی سخنان هست. اکنون ملکه بانو وقتش آمد. او را از چشم دور کردم. با فکر خودش قصدش رو گرفته است. چی؟ یعنی باید کسی که حیاتش رو سوزانده است به نزد آنها گذرد ملکه بانو؟ من از گپ‌های شما چیزی رو نمیفهمم آقای نجیب. معلش پیشتر یک خلطه رو نزد نابینا میگذاشتن. چیزی که فهمیدی در پیش، چیزی که نفهمیدی با قفا میگذاشتی. میبینی که لازم شد فهمیدت رو میگرفتی. از همه خوبش من باز کمی در خونه شما مونم. ببین چه زود فهمیدی ها؟ چی شد نرفتی؟ فکر میکنم در اینجا مونم بهتر است. غم نخور دخترم، یگید پیدا می شود. هوشی او هم به تو بند است. بیا دخترم بیا. چی شد سردارم؟ چی گپ گفتید؟ حقیقت رو شد با او گفتم. راستی و خیلی خوب مرا فهمید فکر دارم. چیه؟ اکنون در دستمان است. دفع کنیم از اینجا. یگان روز از پرتوگاه میابیم. تو با من با مانند یگید گپ نزن میم دو. مرده هیچ کس با ما در کار نمیشد. برای کشتن نه، ما برای کشتن کار نمی کنیم. فهمیدی؟ همین خیل چی کار میکنیم نباشد. داشتن نمیتوانیم. دیوانه میشوم وزیر. چیزی که میداند همش رو میفهمیم. پنهانی تکلیف کردم. تکلیفی مرا قبول میکند. ملکه این رو قبول میکند همین طور نه؟ میکند میم دو میکند. راحت باش. محل زنک آمدیم. نمیفهمم. انا با شما شاهد. چه خیلی که فکر کردم کارها آسانتر می شده است. اکنون او رو پرانید هم می شود. جنازه شاهدها رو که برداشتن چیزی که به دهان مردم باید گفتن میگیرند. با حزب و تشکیلات همراه شدن من خوب شد. دوستانی و خودان هم خوب کار کردند. حزب را مستحکم کردند. اکنون نوبت به کردها مانده است که به کوچه برایند. جناب بهجاد آمد از در بیرون است. بگذار در آید. بهجتش که جناب؟ انا دوستمان که حادثه رشیدی طاقت را تشکیل کرده است. بیایند ببینیم که چگونه آدم است. بیا. دو اید بود. با یاری تو سه اید شد بهجت. مردوین مور چی خیلی که نقشه کشیده بودین. دعوای حزب آخر رسید. حاضر خبر خوشه که از طاقت رسید. خوش آمدی. خوش باشید. مرحمت شین. جنابان با یگان لحظه مراسم جنازه های شهیدها دیر نباید کنیم. چقدر در این مراسم سهم خود را گذاریم همان قدر خوب می شود. برای خبرنگاران خبرهای تازه در کار است. این کار به فایده ماست و باید شتابیم. سراسیمه نشوه. بهجت برای همین با ما همراه شد. بهترش نشسته فکر کردنمان لازم. با آینه نیلگو نگاه کنید. در طاقت بعد از شهید شدن 7 عسکر مردم به پنجشوی کردها زید هستند. درباره پنجشوی کردها چی فکر دارید؟ فکر نمی کنم که این حل مسئله باشد. عاقبت حادثه طاقت را دیدیم. درباره پنجشوی کردها چی فکر دارید؟ انا به شما پنجشوی وقتی که فرزندانمون میمیرن بعدیها به تروریستان منصب میدهند. انا به شما پنجشوی.
باز جوانان مردند. باز در چند خانه این خبر آتش برانگیخت. در کوه روزنی کرده در شهر خون ریزی هایشان تمام نمی شود. دادا این پاهنجای چی است؟ این باکی در کو؟ در مکتب حتی بچه ها با تیراریستون آغوش میکشه میگویند. کاری خوب نیست به خدا. آدم ها آمده نیحال های جوان را شکسته میگذارند. بینمان خواهین زیاد است پسرم. این کاری آدمان بیگانه است که با ملتمان همراه شدند. نگاه نکنید که آنها خودشون را کرد میگویند، ترک میگویند. نگاه کنید هر وقتی که دولت یک کار خوب کرده نمی شود، انیق یک حادثه را اینها میخیزانند. با تاریخ نگاه کرده عبرت گرفتن لازم. 33 اسکر را همین خیل شهید کردند. با گفتهشان ما هنوز نمرده این خبر میدهد برکین کندو. تو از کجا میدونی که آنها کردند؟ رانا چی فکر میکنی؟ این حادثه تروریستی رو کی نظارت میکند؟ بعضیش رو با نقاب کرد، بعضیش رو چپگرا، بعضیش رو راست، بعضیش رو وطن دوست گفته استفاده میکنند. در قفا دستا یک است. یک وقت جوانان رو چپ و راست گفته به شهر برآوردند، با یکدیگر سلاح کشیدند. از بین نیم عصر گذشت. اکنون وای جوانان کلان شدند. عقلشان به جایش آمد. فهمیدند که این همه دروغ است. دروغ گفتند به آنها. حاضر وای بچه ها برای این کارهایشان شر میکنند. آنها بین ترک و کرد جدایی انداختند. راحت باش ممدو. این قدر آسان باور نمی کنیم این بازیشان را. نترس، ریشه ما مستحکم است. این ملت با کرد هم با ترک هم مساعدت کرده می تواند. ملت سگه را گوش کرده خطاگی صادر نمی کند. خدا از انسان می پرسد من شما را برای آن آفریدم که یکدیگر را دستگیری کنید. عدالت آفریدم. شما کی را باور کرده بر ضد یکدیگر برآمدید؟ گفته سوال می کند. حتما سوال می کند. اکنون کارها را تقسیم میکنیم. سوها مرحمت آقا. تو برای مستحکم شوی این حزب خیلی دستگیری کردی. اکنون برای تشکیلات تقسیم کنی شدت را زیاد کردن در کار. اکنون وظیفه حزب اقتدار را مستحکم کردن است. پس جمع کردن همه دلیل ها را شروع کن. غم نخورید آقا، شروع کردم. حاضرال حزب تشکیل کردم که 21 کرسی داشت، 6 تاش خالی است. اگر این کرسی ها پر شود به انتخابات پیش از مهلت مجبورند. وقتی که نوبت به انتخابات می آید اسکرهای شرکت محافظت ساخته پیکاس به کوچه می برایند. بهجت کردها را آتشین می کند، پیکاس ترک ها را. کایمینیک باشد با آیله شهید شدگان و خلق عادی به آتش هیزم زم می کند. حاضر اگر به امرلی سویقست کنیم یا با وکیلان حزب کردها خیلی داد و وای می شود. فکر میکنیم این خیلی باشد من هم به کندیل روم آقا. به برادران این در کوه بودگی اهمیتی کار را میفهمونم. اکنون جنگ در کوه نی و در شهر می شود. همین رو گفتن میخواستم. کای می روید؟ هر وقتی که فرمان دید، اگر اجازت دید، به لغتک های کندیل یعنی میمون هایش یک قسمی سخن هایم را ابراز می دارم. امروز میگویم که در دنیا از همه کله زیبا کله گرگ است، چون که گرگ سرش را میبردارد. در همه جا این را میگویم. حاضر دوستان عزیز، برای آنکه از مزاپوتامیا هستم، از اندلس هستم، از آسیای میانه هستم غرور دارم. سلام به کردی که سر میبردارد، سلام به کوه های کردستان، سلام به برادران کوه بودگی ها، سلام به برادرانی که در امرلی هستند. شما خیلی اغوا انگیز کلان هستید. تو با سر چنبرک شین. با کجا می رویم سردارم؟ یگید پدرش رو گور میکند. خدایا، یعنی مردیوین در حقیقت پدری او بوده است؟ همین خیل بود، لیکن پدر و پسر از دیدار همسر نشدند.
اکنون همه تقسیم شده میتواند. بگو باز جمع میشویم. همه را آماده دیدن میخواهم. این خیلی فرصت دیگر نمی آید. خطاگی نمیخواهم. شنیدی مینیک؟ شنیدم آقا. بهجت در آنجا میشوم. از یگید خبر نیست؟ عجایب از یگید خبر نیست، از سایه هم نیست. باوری داری که مرد ایون مرده است؟ این کار تمام. مرد ایون اکنون ما را ناراحت نمی کند. با اجازت از همه خوبش رفته پرسم. بگو حتما بیا. میلش جناب. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسينا همدردی ما را قبول کن. وجعلنا من تشکر سردارم. سلامت باشید. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جورا جان خدا صبر دهد. تشکر جورا جان. أرسلناهم اثنين فكذبوهما مرا ببخش جورا جان. در کجایند اینها؟ مثل که زمین کفیده است هر دو در آمدند. در کجایند اینها؟ همه را جرزن. میلش آقا. مرا گوش کنید. هم یگید هم سایه در هجا نیستند. یگام چی شدنش ممکن است. زود تقسیم شده همه جایها را کوبید. هر دویش را پیدا کرده به اینجا بیارید. فهما جنو. فهما. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله. آمین. همدردی مرا قبول کن. جایش جنت شود. تشکر حضرت. آمین. من برای خطا رفتم سردارم. گمراه شدم. تقدیرم اینقدر بد بوده است. من چی گناه دارم سردارم؟ همش راست است. همش راست. آخرین شعله امیدم خاموش شد. اینقدر بی‌طالع بودم. شد. من حاضر این سوال ها را. وقت شاید آید این مسئله حرف میزنیم.
جورا جان سردار تقدیر چی شد نیازی؟ تشکر سلام در اینجا یک چیزی هست که باید بینید. در یک انبار ترکی شده است. یک جسد است. راستی گپ نیمی جسد. آماده بینید خوب می شود. شما را انتظاریم. مایلش حاضر می آییم. نیازی در یک انبار جسد یافته است و فکران توسط بمب کشتند. ما باید رویم یگید. باز یک بار همدردی ما را قبول کن. در پناه خدا باش. اکنون باوری دارم که پیشتر بر این رفتار نمی کنی. احساس میکنم که حالت روحیم تماما خراب است سردارم. یگید همدردیم را قبول کن. تشکر جورا جان. اگر خواهید روید بچه ها. برای همه‌اش تشکر. یعنی نمی روید. این طور باشد. خدا حافظ. خدایا اون جسد کی بوده از سردار؟ نمیدانم. شما دیروز قاتل مردوین رو یافته بودید؟ نه گریخت. بوی بد آمد ببینیم. به من هم. خیر با اجازت شما. یگید خون پدرت در زمین میماند مگر؟ نمیماند. تو یگان نقشه داری؟ اگر پدرت نمیشد من یا مجزده میشدم یا سگی دیدو. مرا دستگیری کرد. آدم کرد. جسور بودن را آموخت. من از شما منت دارم. لیکن من به مراد دلم نرسیدم. همیشه در خیالش تو بودی. اکنون میراثی او بی‌صاحب نمیماند. آن را حفظ میکنی. تو هستی ثابت. لیکن وصیت او برای ما تو هستی. دعوا را به پیشوا نگذار. بیا رئیسمان شو. زدی میزنیم. موریم میموریم. روحی رئیسمان باید راضی شود. پدرم وصیت کرد که با راه او نروم. پنهانی کار نکنم. ما همه پنهان نمیشویم. با همه اعلان میکنیم. برآمدانه در این جای میگوییم من و این بچه ها همه امان برای تو آماده هستیم که موریم. آماده هستیم. ما رو به رهبر نمانیگید. این آدمانی فروخته شده رو خرسند نکن. مبارزه رو دوام ده. من اکنون در نزدیکیت هستم. کسی میخواد رود، کسی میخواد با من با پسر مرد ایون یگید بماند. چه میگوید؟ ما هم با شماییم. برادران اکنون کار پدرم را همراه ادامه میدهیم. این را دانسته باشید که من از هیچ کسی قرضدار نیستم. بجز خدا و ایمانم پیش کسی قرضدار نیستم. این را دانسته باشید. فهمیدید برادران؟ فهمیدیم. اکنون یک مدت از نظرها پنهان میشویم. تقسیم شوید. زودتر. تو چی؟ من کمی کار دارم. باید پیکس را زیارت کنم. خوب من هم میروم. فقط نگوی. باشد رفتیم.
آن آدم این است؟ بله، از آدم همین قدر چیز باقی مانده است. استخوانهایش به هر طرف پریده رفته است. کی بودنش رو انیخ کردید؟ اگر ریزی انگشتش رو گرفته توانیم میابیم. وقتی که هم اومدیم همین خیل بود. با زنجیر سرش به پایان آویزان بود. به فکرم گرانت در دهانش ترکیده است. آدمانی که با زنجیر از پای آویزان میکنند با این کس بیگانه نیستند. باز سر میکنیم. پیکاس هنوز هم فکر میکند که من به این قصه باوری دارم. تو باز هم با دقت باش. میلش بعد از 5 دقیقه به درون میدرایی. تا آن وقت به دهان پیکاس تیر را خالی میکنم. بعد پیسگار را ثابت باید این کار را امروز تمام کنیم. میلش در 5 دقیقه میرسم. تشکر. آقایت در همین جاست؟ در درون است اگر روزی دراز تو رو پرسیدم. پس اجازت باز جنابشان را انتظار نکنیم، همینطور نه؟ من پیشکی اومدن تو را خبر دهم. زود. جناب آقای یگیت اومدند. زود بیاید. اطاعت جناب. کجا گم شدی دوستم؟ ببخش در خواب ماندم. البته مانده شده ای. اکنون قاتل مرد ایوین هستی. خیریت که بیدار شدم پیکاس. از سایه خبری هست؟ اندکی پس وا میخورید. بعد خودت میپرسی. وای هم میآید؟ نه وای تو را انتظار است. میلش نباشد این مهم نیست. از یک بلای کلان ما را خلاص کردی. وای آدم هم پدرت را کشت هم ملیکه را کشتن خواست. چقدر جسور بودنت را به همه نشان دادی. چرا نمیگویی که برای ملیکه جانمان را فدا کردیم؟ گوش کن چی میگویم. سگار برای تو نقشه های کلان دارد. همین خلگویی؟ بسیار کلان؟ از نقشه های کشیده ای من هم کلانتر است مگر؟ سردار ایزی انگوش جسد رو انیخ کردند. کنیده کی بوده است؟ این سایه گلگه گفتنی جاسوس از ارکن کندو. سردارم هر دویمون یک چیز رو فکر میکنیم. و تو چی شد؟ چی گپ شد؟ این سلاح برای چی؟ هم مشروع آب برآمد. راه گرد میرویم. گوش کن خطا میکنی. در زندگی هم بار اول کار درست میکنم. راه گرد. پدرم را کشتید. در روی دستانم جان داد. اکنون همش را میدانم. چقدر رزیل بودنتان را. همش را. هر مکر و حیله که میکنی همش را میدانم پیکاس. همش را. گوش کن. یگید عقلت را خورده ای. به خود بیا. اکنون به خود آمدم. این قرضی من است. راه گرد. رفتم. راه گرد. کارمون بسیار است پیکاس. پیش
در لعنتی زودتر چی گپ شد؟ به من گوش کنید مردارها. کسی که پسرش را یتیم و زنش را بیشوهر گذاشتن نوها و ناله پدر و مادرش را نمیخواهد سلاحش را بردارد. گوش نکنید پرانه دورم. راه گرد گفتم. ملکه خوب هستی؟ اپای هنر من اکنون به خانه میروم. خدایا توبه در خانه تنها چی کار میکنی؟ برای همه چیز تشکر زیاد. من میروم. ایستا صبر کن. مادامی که اینقدر رفتن میخواهی من تو رو میبرم. نه زحمت نکشید. من خودم میروم. دخترم ایستا. اکای نجیبت حاضر میآید. به فکرم اکای نجیب دیگر مرا در اینجا دیدن نمیخواهند. خدا حافظ. چی گفتیم؟ یگون خطاگی کردیم. نفهمیدم. نمیدونم. به فکرم خیلی عصبی است. یا توبه. هر دویتان با آتش بازی نکنید. به یگان مقصد نمیرسید. خاموش. قاتل رزیل. باز زبان درازی هم میکنی ها؟ مرا به کجا میبرید؟ به نظر رئیستان. جزای حد دویتان را یک بار میدهم. درا زودتر. گذر زودتر. انسان برای دوست داشتهش جانش را فدا نکند. وای جان چه ارزش دارد؟ ببخشید. اکنون برایت نگاه کرده نمیتوانم. یگانه کسی که مرا در حقیقت دوست می داشته است این تو بوده ای. میدونم خیلی دیر شد. برای همین میروم. از نزد تو میروم. دیگر هیچگاه مرا نخواهی دید. یکیت برای پدرت خیلی زیق شدم. نمیخواستم که این خیل شود، لیکن چیزی نگویم بیفایده است. برای به تو دروغ گفتنم خیلی پشیمانم. به عشقت خیانت کردم. فکر نمی کردم که یک نفر برای من شده جانش رو به خطر می گذارد، لیکن تو گذاشتی. چقدر کور بودم. عشقت رو نفهمیدم. به خودم
دارم، نفرت دارم، شرم میکنم. برای همین برآمده میروم یگید. میروم، نه برای اون که تو مرا میکشی، برای اون میروم که دیگر به چشمانت نگاه کردن نمیتوانم. هوشیار شوید. مایلاش. خوش آمدید آقا. خوش باشد. میبینم همه آمادگی ها به انجام رسیدن. برای هجوم کردن فرمان شما رو انتظاریم آقا. مینی کی ها باز فرمان را دادیم؟ همه‌اش را خوب فکر کرده، همه چیز را آماده کردیم. به همه تان تشکر زیاد. پیکاس رو نمیبینم، هنوز نامده است؟ باوری دارم که می آید. صاحبت زنگ میزند. بسیار نلخ که عاقبتش را میدانی. کجا شدی پیکاس؟ حالا می آیم، در راه هستم. زود بیا. دیگر لازم نمی شود. بهجت، با آدم هایت گپ زن، مال ها را بار کنند. مایلش آقا. سر کنید. خدایا کاش که یگید نباشد. کیست؟ ملیکا، من رانو. حاضر می آیم رانو، 1 دقیقه. بیا. درو. با اپای هنر خیلی غم خوردیم. فکر تو رو کردیم. وقتی که به جای کار میرفتم گفتم در آمده یک تو رو بینم. خوبم، تشکر زیاد. لباسهایم را عوض کرده به خانه شما رفتنی بودم. خیلی غمگین می نمایی. گپ زن چی شد؟ هیچ چیز، نه هیچ چیز. از زخمین شدن یگید غمگینم. مثل که دیگر چیز است. گپ زن، شاید کمک کرده توانم. نه، گفتم که همش خوب است. میم دو کیم چی ها میگفتم و هیچ چیز نفهمیدم. چی میگفت؟ نفهمیدم. فکر میکنم که تو میگویی. ملیکا، مرا عذر نده. گپ زن. با فکرم تو رو عذاب داده ایستادم. ببخش ملیکا. حاضر گفتن نمیتوانم، خودم رو بحث میکنم.
خدا حافظ محترم پیسگار. خدا حافظ بهجت. آقا به ما هم اجازت. ماله شما روید. من پیکاس رو انتظار می شوم. باشد آقا. به کجا نگاه میکنی؟ همین طور به مثل که یک نفر شناسم را دیدم. پیش از مردن زندگیش مثل لنته کینا پیش چشمش می آید. اکنون با آخری فیلم رسیدیم. کجا شد این آدم؟ 1 ساعت باز او را انتظار هستیم. با او زنگ زنید. زنگ زدم لیکن جواب نمیدید. زود او را یابید. اطاعت جناب. چه گپ شد؟ پیکاس؟ یگید سلاح برای چی؟ پدرم را کشته. باز در قصد جان من بوده. کفایه پیسگار. با آخری راه رسیدیم. اکنون وقتی حساب و کتاب آمد.